زمین محیط خود تحصیلات تعلیم مؤسسات تحصیلات تعلیم وجود دارد. امید است که مسئولین همین مؤسسات کوشش بکنند که ارتقا پیدا کنند مؤسسات اردن و ما برای اونا در همین میدان همکار هستیم. می‌خواهیم که ولایت خیلی یک ولایت بزرگ است، زودست است. ما در حمایت همین ولایت چیزی که باعث سوپانی ما است، مسئولیت ما است، ما عمله همکاری هستیم. الحمدلله حالا اسلامی حمایت که حاکم شد و تحصیل و تعلیم توجه کردن و این طریقه خیلی توجه دارد که همین محصولات که در بین پوهنتون و مدرسات در بین استاد پوهنتون و استاد مدرسات این باید از بین گذشته باشد. این محصولات با همین طریقه از بین گذشته میشن. هر مملکت به دو چیز ضرورت دارد، به دو قسم استادان ضرورت دارد. در طرف دینی و علمای دینی ضرورت است. در طرف اصلی امام شبهانه ضرورت داریم، مسئله ضرورت داریم، انتصاب ضرورت داریم، توبات ضرورت داریم و پیلوت ضرورت داریم. همین قسم استادان و همین کارا از دست استادای پوهنتون انجام میشه و هر دو مملکت ضرورت دارد. فقط همین است که انجینری ما دکتری ما با دکتری و با انجینری یک مسلمان صحیح باشه و همین خاطر واقعا همین است که در این میدان علمای کرام امرای ما همکاری بکنند. از آمدن هم کدامشون موافق شاد میشدیم، چون که اون هرچی از لحاظ تاریخی یک ولایت سلطانی است، یک ولایت تاریخی است. جناب بجسد امر معروف گفتند که تاریخ بریحان و شریعت کردن نمیتونه، نادیده گرفتن نمیتونه. اما طبعا دوران است اعمال الحمدلله عبور از لحاظ مادیات یا تمدن یا آبادی چیزی مانده هست، اما از لحاظ معنویت تقوا، علم، شجاعت و غیرت انشاءالله مطمئن هستیم که عملا دیدیم مرتبشون که هیچ کمبودی نشون ندارن. مؤسسه دستگاه علی خودش جواب هست، تازه تأسیس هست و در این ولایت دورفتانه قرار گرفته و در این ولایت هم متاسفانه در یک گوشه دور قرار گرفته. ما هم الحمدلله در این مدت سال تلاش‌های بسزای صورت که امیدواریم با این سفر جناب محترم وزیر تحصیلات عالی کشور ما بتوانیم متوافی نیازمندی‌های خود تکمیل بسازیم که حتما و حتما انشاءالله شدنی هست. مسئولیت بزرگ نظام عالی است که مؤسسات و پوهنتون‌های ما حمایت می‌کنه که الحمدلله این مسئولیت خود را خوبی ادا می‌کنند و مسئولیت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلی ما است که بهترین جوان‌های ما را تربیت می‌کنند، کادرهای واقعی علمی متمهل و متخصص تبدیل جامعه بکنند. آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق.